تنها صداست که میماند. گنج شایگان از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها، در پادکست سلیم ایوبزاد. سلام و درود. یکی از قانون‌های روزنامه‌نگاری و عموما نویسندگی میگوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کردم. حالا که درباره واقعه‌های خونین 11 12 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا. در جلسه تحت سربرای نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم. شاهد استعفای 3 رهبر کشور بودم. اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیای و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم به شور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت. تلاش شد که همراه با وزیر وقت فرهنگ نور تبروف یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبر خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلانگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حییتوف که حالا با حکم حبس ابد در بس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، گنرال عبدالله نظروف که بعداً در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت ماند باز چند کلمه خواهم گفت. در راه هستید، مهمانی یا در جای کار. علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما، در وقت دلخواه و جای دلخواه. 12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتن خشم و غضب گرد هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پایت کار به زورآوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتشفشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زورآوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای معموری، اتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکو و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می‌دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می‌شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت میگویند، برخی دیگر اولین مشق کمبرار نیروهای تازه پیدای سیاسی میشمارند
که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک سابق مدیر رادیوی تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد می‌کند. اگر ما سالهای 1989 90 را پیش نظر آوریم، سالهایی بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار می‌شدند و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها می‌کردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت. سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید: برای نگاه داشتن نظام همون دوره سیاستمداران و نظامیانی که میخواستند هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعه‌های خونین و خونبار را در دیگر مناطق در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چنانکه که به ما معلوم است واقعه‌های تفلیس که در آنجا خون زنان و دختران فرزندان و جوانمردان ملت گرجی ریخته بود. واقعه‌های ینور سال 1990 شهر باکو که در آنجا تعداد زیادی مردم آذر کشته شده بودند. واقعه‌های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده خدمات‌های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه. و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف بهمن ماه را پدیداری نیروهای نو سیاسی جامعه می‌داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند. واقعه‌های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند. البته زمینه و ریشه‌های عمیق داشتند و دارند. از آنها راهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات دستگاه همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند. اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟ شخصا من یکم روزی نشده است که به یاد اون روزها زنده باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعت دوستی گذشته بود. به فکر من این ایام گذریش بود. البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به کدام راه و روند می رود و البته قوه‌های کهنه‌ای که بودند و قوه‌های نوی که آمدند و می خواستند این جامعه را از نو سازمان کنند به فهمش خود، اینا در میدان آمدند و برای حاکمیت مبارزه بودند. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی پیشرفته است. ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد می کند. در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوه جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند می‌کردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لعل بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه‌های نوبنیاد رفتار ضد مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده می‌ایستادند. ولی حکومت و حکومتداران
و این همه با نظر بی‌پروایی می‌نگریستند. مردم یک دیگرگونی می‌خواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقته به داد مردم نمی‌رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی‌های خود خون ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمیتوانم که این حادثه ها یعنی حادثه های بهمن محض برای کرسی منصب بودند. در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمانت نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوق شناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان، دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف، نایب رئیس هیئت تعیین گشت. یعنی چطوری که شما گفتید بعضی‌ها میگن که این پدیده‌های نو بود و این یکی از نمودهای دموکراسی بود. به فکر ما یگان پدیده نو، یگان نمود دموکراسی به خونریزی مبادله شدنش ممکن نیست و این اگر که آن چیزی که آینده به خونریزی مبادله شد به جنگ جدال مبادله شد و یگان دموکراسی نیست. با عقیده من است که این چیزها البته یک ریشه معینی داشتند، یک شخصان تشکیل کننده داشتند، یک شخصانی به نقشه گرفته داشتند و شخصان اجرا کننده داشتند. محمد علی حیات بر دیگر فکر است، یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیت نداشت بلکه حکومت سلطنتی شوروی بود. ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر علام می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادهای آزادیخواه و استقلال طلب یک چنین سناریوها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده‌های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی‌های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری‌های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرحریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیسیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند ولی بیرونی‌ها آمدن ما را سرکوب کردند. جناب تبارف برعکس عدم رهبر توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می‌داند. وی میگوید ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همون وقت یک رهبرانی از بینی دورتر میدیدگی متاسفانه نداشتیم. همه در پی حمایت جان خود شدند و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتند، دورتر نمیدیدند. حتی به نظر داشت اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شده بود همون هم سبق نشد. آن چیزی که فرض کردیم در روسیه شده بود، چنان که در مملکت‌های همسایه خودمون توانستند همون حزب کمونیست توانست خیلی احکام‌تر مثلا رفتار کند. بعضی‌هاشون نامشون عوض کردن، برنامه عملشون رو مطابق کناندن به روند روزگار، اما در ما متاسفانه همین کارم کردن است. در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهار عقیده می‌کند. من از سال 1989 تا سال 1992 نویبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی 10 روز، چه به 10 روز همه بعد 10 روز جنجال اسفره بدکلت قرقیزستان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و راست میگفتند و دیگر چیزا، و دوره خلق نمیفهمید دموکراسی و دیگر چی. دشمنای بیرونی درونی را استفاده برده خواستن که جنگ بین قرقیز و تاجیک رو دوزن. ما مدت 3 ماه در همین سفر ایستادیم، قطع برادران قرقیز تونستیم که جنگ نشود، خونریزی نشود. اما نقشه که دشمن کشید نقشهشون به آخر نرسید.
بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجیکستان به جنگ دازن. این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشد و خاموش کردیم، دوره فوریه، جنگ فوریه کی نکرد؟ اینا دشمنای درونی بیرونی. یک قسم دولت‌های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد. دولت‌های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنند. این خلق تاجیک هر طرف احمق کردند و استفاده بردن یک قسم آدم‌ها درونی و خلق تاجیک جنگ داشتن. خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امانی کنیم. لکن بعد اینم خاموش نشد. اکثر تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدینه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبرف میگوید اصلا باید بگویم که عموما کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار دو بار شده بود، سالها هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست دسیسه های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ است، ضرورتی تاریخی است، ما باید تاریخ خودمون آموزیم. اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محقق است، این کار شخص است که مثلا امکانیتی کار بردن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند، شاید نیمه ارشیف ها سوخته شدن، یادتان باشد اگر از این رو جستجو کردن راه های حل این مشکلات این کار یک دو نفر نیست. تفتیش و تحقیق واقعه بعد از واقعه ها با دست حزب کمونیست به باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است. یکی از سوالهای اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها با واقعه‌های بعدینه یعنی گردی همایی‌های درازمدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل‌ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه‌های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه میباشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طور گوناگون فکر میرانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 مینامند. جناب نوجوانوف چنین میگوید: وقتی که سال 92 این کثافت‌های کارا پیدا شدند، ضد من سر کردند، ضد دیگر آدم‌ها سر کردند. این مخصوص فرمان‌های دولت‌های خارجی نزدیک بود. اکنون اگر راست گوییم و طرف دوره ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی شده، دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که یک دوره تاجیکستان هیئت ترکستان بود است که این هم مدل ترکستان گیرد. روسیه نخواست که ژئوپلیتیک چی خود از دست دهد، خود مستحکم کند. دولت‌های خارجی دور مثل افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها همسایه ما آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدمای درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. حتی با همون درجه رسید جنگ و جنجال بین تاجیکا که تاجیکا به هیچی موندن، چیزی چاره تاجیکا بردن، زواد فابریکه نموند، خلق قشاق شد، خلق پولوت شد. هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرов سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان به این فکر راضی نیست. در مجموع معلوم است سازماندهندگان آن منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند، لیکن به طور جزئی عیبداران مشخصاً نه بهای سیاسی و نه بهای حقوقی نگرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نایب رئیس هیئت پژوهش واقعه‌های فوریه، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده‌های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟ البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف کی تفتیش گذرانده می شود. فکر می کنم که مقامات تفتیشات همون وقت نتوانست این گره را کشاید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهکاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقته ما بود. گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت رهبری شما تهیه کرده بود در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شده به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچون رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کردهتان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکاران معین شوند؟ شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاون رئیس کمیسیون بودم. دیگرش از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما به جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که به ذمه ما بود ما خلاصه را به جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی اینکه پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که مسئله را یعنی با سپارشات جد به ارگان‌های دخلدار، مقامات دخلدار که این چیز را دقیق خیلی دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم وکالت ما تمام شد. انا همین خیلی عجایب است وقتی مؤلف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد تحقیق پرره واقعه‌های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار. در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟ علاجه خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه.